ویکتور سویاشوف موقعیت آزاد برای علیشیر جلیلوف ضربه او و گل! آی 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 علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته استقلال بسیار هم ضربه نشون راست. اینش رو ما انتظار نبودیم دوستان ارجمند. واقعا هم است مسافه خیلی دور ضربه زد علیشیر جلیلوف و ایگناتی نسترفی با تجربه در مقابل ضربه اسکندر معذرت علیشیر جلیلوف رول موند و نتوانست که این توپ را داشته گیرد. بسیار هم یک بازیگزاری خوب است این فوتبالبازان دسته استقلال. علیشیر جلیلوف که در نیمه اول آنقدر عیان نبود، در قسم دوم با یک ضربه خیلی هم تیربارش دروازه لوکوموتیو را رخنه میکند. کاپیتان مقابل کاپیتان و علیشیر جلیلوف توانست موفق شود. خیلی هم ضربه خوب زد. دست پروری باشگاه فوتبال روبین خزان علیشیر جلیلوف